بسم الله همه پاشویتان میریم بخارا. ببینید خب تاثیر داشت دیگه. حالا این در پرانتز به عنوان جمله معترضه گفتم. منظوری من این است که شعر خب نظم معمولا برای اینکه زیبا باشد، احساسات و عاطفه های انسان را برانگیزد، خب معمولا از این تشبیه و استعاره و مجازهای دروغین از اون زیاد استفاده می شود. نثر هم که خب بخلاف نظم قافیه و نمیدونم چی ندارد، رعایت قافیه و از این حرفا نیست. خب قرآن نه نظم است. چرا؟ چون از اون فنونی که در شعر به کار میگیرند در قرآن دیده نمی شود. نه، قرآن سراپا همه راست است. در آن هیچ وقت دروغ وسیله رسیدن به حق قرار داده نشده است. خب همچنین نثر هم نیست. قرآن نثر نیست و این دلیل که شما در قرآن سر تا پا چی میبینید؟ اون قافیه و وزنهایی با هم نزدیک. حالا من چند آیت را بخوانم نگاه کنید. ببینید خب نثر نیست به این خاطر که حالا هر آیتی را که خواندید، مثلا بسم الله الرحمن الرحیم و النجم اذا هوى ما ضل صاحبكم و ما غوى و ما ينطق عن الهوى، همش با ها تمام میشه. ببینید اذا هوى ما غوى عن الهوى ان هو الا وحی یوحى علمه شدید القوى. پس شبیه نثری عادی هم که ما سراغ داریم نیست. نه نظم است نه نثر است. از نظر لفظ اعجاز قرآن یکی از وجوه اعجازش همینه. بعد از همه مهم قرآن را چی کسی آورده است؟ یک نفر که درس نخوانده، یعنی تعلیم نگرفته، جایی معلم ندیده. اینکه از پیامبر به عنوان پیامبری امی یاد میشد. امی یعنی کسی که درس نخوانده است. آیا بشری خردمند تصدیق خواهد کرد که قرآن یک نفر آدمی که سوادی ندارد بتواند سخن به زبان بیارد جاری کند که هم از نظری لفظ چنین زیباست، معجزه است و کسی هم توانایی آوردن مثل آن را ندارند و معناهای بالا و والایی را در بر دارد؟ درباره قرآن و توحید و خداشناسی قرآن چنان گفته است که تمام عقل‌های فلاسفه در برابرش تسلیما متحیرند. خب حضرت پیامبر که مردم میشناختند 40 سال قبل از اینکه پیامبر به عنوان پیامبر مبعوث گردد، فرستاده شود، پیامبر هرگز شعر نسروده بودند در بین مردم. متوجه هستید که بعد گوین که ها این خیلی از خوردی به شعر و فلان مثلا علاقه داشت، همین که 40 ساله شد خب این پخته رسید و تازه این قرآن را گفت علیه السلام. ها تو هیچ ببینید کافران که مشرکان که با پیامبر به مخالفت برخواستند، اگر بهانه برای مقابله با پیامبر داشتند، بهترین بهانه این بود که خب این تو شعر میفای، تو که شاعر بودی. نه، این حرفا رو نزدن. یعنی اصلا آیا ممکن است یک شخصی که سواد ندارد، درس نخوانده، از معلمی ندیده، مدرسه‌ای ندیده، کلامی بیاورد که در عظمت به این درجه رسیده است؟ ببینید قرآن از نظر لفظی
یکی از وجوه اعجازش، حالا من خودم به شما بگویم، ببینید الان 1400 سال است که این قرآن تلاوت میشد. آیا تا هنوز یگان مسلمانی را شنیدید که گفته باشد من از مثلا شنیدن قرآن خسته شدم؟ ابدا. واقعی اصلا با یعنی شما هر مقدار که قرآن گوش میدید، خصوصا اگر قاری و حافظای خیلی زبردست خوانند، باز تشنگی شما بر تشنگیتون افزوده میشد، میخواید بیشتر خوانند. خب بخلافی مثلا این سرودهایی که سراینده ها مثلا میخوانند، اگر یک سراینده خیلی هم به اون خله بالاش هم رسد، یک سال دیگر یک سراینده دیگه بیاد، این دیگه کهنه میشن. حتی من شنیدم بعضی از این سراینده های معروف شرط میگذاشتند برای تلویزیون و رادیوها که آقا این شعری ما رو خیلی هم زیاد نگذار که دلزده شود و مردم از چشم مردم افتد، کم کم گذار که خب خیلی هم آبروی ما نرود. اما به هر حال مثلا یک سراینده برای یک نسل خیلی معروف بود، فردا چند صباح دیگر یک نفر دیگرش میبید و کهنه میشد، همه فراموش میکنن، دنبال این جدیدش میرن. اما قرآن این 1400 سال تا هنوز کسی نگفته است که آقا این قرآن کهنه شد. یا اینکه در روزانه ما در مثلا حداقل 17 مراتب سوره فاتحه را میخوانیم در نمازهای ما، در نمازهای روزانه 17 بار سوره فاتحه را میخوانیم. خب کسی نگفته است که خب این سوره فاتحه دیگه کهنه شد، بیایید جاش به دیگر سوره خوانیم مثلا. نه، هر مقدار که میشنوید باز میخواهید بشنوید. الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. هم از نظر لفظ زیباست، هم از نظر معناهای والایی را در بر دارد. بعد از همه مهم عرضم این است که کسی آن را بر کسی نازل شده است که طرف مدرسه ندیده. همه میدانستند. اگر مدرسه دیده بود، حالا آهسته آهسته پیش یوان کس تا زمانی پیامبر درس خوانده بود ولو چند تا حرف، خب بهش میگفتند، این کافرها میگفتند که تو کی خب چون باسواد هستی، بعد خب طبیعی است که تو یک همچنین ادعاهایی کنی. تازه اینم گوش کن. حضرت محمد صلوات الله و سلامه علیه بدونید در چی محیطی بزرگ شدند. در آن زمان در جهان ما دو ابرقدرت داشتیم، یعنی کشورهای دارای تمدن، یکی روم بود یکی فارس. یعنی اگر تمدنی هم در آن زمان بود در این دو کشور بود، نه در جزیره العرب شبه جزیره عرب و حجاز که اصلا بویی از تمدن و مردم نداشت. سوسمار میخوردن، مثلا دختراشان زنده گر میکردن، مثلا عاریت میکردن از دختر داشتن. یک آدمای جاهلی از تمدن دوری بی فرهنگی، آدمای همچین انسان‌هایی بودن. در میانی همینها خب هر کسی هم در هر محیطی بزرگ شود تأثیر میپذیرد، اون محیط تأثیرش میگذارد روی بر. اگر یک نفر اینکه میگن دهمر و دهمرد را احمق کند، به این خاطر که چون تأثیر دارد محیط. حالا فرض کنید این پیامبری که در بین آنها بزرگ شده است، در اون محیط کلان شده است، یک دفعه بیاد که آقا من فرستاده خدایم و این قرآن کلام خدا به من نازل شده است و اگرم تمام دنیا، نه تنها عرب و عجم و رومی و همه، اگر هنر دارید مثل آن را بیاورید. و این تحدی و مبارزه طلبی قرآن تا امروز هم باقی است و تا امروز هیچ کس نتوانسته مانند قرآن را بیاورد. وقت ما گوییم قرآن علیه بالله کلام خدا نیست، باز چی دلیل روشن‌تر از این؟ ببینید در تاریخ هست که یکی از افرادی که قبل از مسلمان شدن از دشمنانی خیلی اشدی پیامبر بود، همین ابو سفیان بود. این دشمنی هایی که ابو سفیان نسبت به پیامبر کرده هیچ کسی نکرد. رئیس قریش هم بود، یک آدمی لجوجی، آدمی بدی بود. خب
خبری پیامبر تا روم و تا فارس هم رسیده بود. در اوائل بعثت پیامبر ابو سفیان در یک سفری تجاری رفته بود به روم. بعد وقتی روم رفت پیشی پادشاهی روم، اون وقت اسمش هرقل بود. تو تاریخ هست که من حالا از روی تاریخ میخوانم. بعد میگه لما سأل هرقل ملک الروم ابا سفیان قائلا هل کنتم تتهمونه بالکذب، حالا شما چرا با ایش مخالفت میکنید؟ آیا قبل از این که ادعای پیامبری کند، قبل از این که بگوید من پیامبرم، هر وقت یک دروغ در سراغ داشتید؟ قال الله، گفت به خدا نه، این امین بود. ما تا این اندازه امین و امانتدار بود، راستگو بود که صادق بود که همه امانتش را پیش او میگذاشتند. حتی بعد از اینکه به پیامبری رسیدند و این دشمنی ها بین پیامبر و مشرکا شد، بعضی از مشرکا امانت رو میگذاشتن به پیامبر چون امین میدانستند. گفت نه جناب هرقل، هیچ وقت دروغ را ما در اون ندیده بودیم. بعد هرقل هم حرف خوبی زد، گفت که ما کان الید الکذب علی الناس و یکذب علی الله. این یعنی چی؟ یعنی کسی که به مردم دروغ روا ندارد آیا به خدا دروغ میبندد؟ محاله. خب معلوم بود که این دشمنی امثال ابو سفیان و اینا خب همه از روی لجاجت و بدبختی بود. خود اینها ببینید تاریخ تو روایت های عجیبی هست، خود اینها به عظمت پیامبر اقرار میکردند. در روایت هست یک روز ابو سفیان با یکی از دوستان مشرکش با هم ایستاده بودن در یکی از همون کوچه و خیابان‌های مکه که پیامبر نزدیک شد. همین که حضرت پیامبر نزدیک شدند، این ابو سفیان خدا لعنتش کند این را توف کرد بر روی مبارک پیامبر. پیامبرم هیچی نگفتند، نگاه کردند یک نگاهی معنادار و برگشتند و رفتند. وقتی دور شدند این ابو سفیان و اون دوستش که در کنارش قرار داد گفت که من از خدا میخواهم اگر یک روز فرزنددار شوم اون فرزندم مثل محمد باشد. بعد اون دوستش گفت که بالاخره من نفهمیدم تو دشمنی با این یا با دوستی؟ اگر دشمنی که ظاهرا میبینم خیلی دشمنی، از تو دشمنی بدتر ما ندیدیم، چرا میگی که خاصی ستایش میکنی که اگر حتی به این اندازه که به این درجه که اگر فرزنددار شدنی هم باشی از خدا میخوای که مثلا فرزندت مثل او باشد؟ خب اگر دوستی که چرا دشمنی میکنی؟ یک حرف عجیبی زدیم، گفت که ببین اگر بین من و محمد دشمنی هست معناش این نیست که او بد است، چه بسا من بد باشم. در خلق و رفتار آیا تو از محمد برتر بهتر را سراغ داره؟ گفت نه. خب پس ما بدیم که با او دشمنی میکنیم. و این تا اینجا بحث را تمام میکنم، خاتمه میدهم. ان شاء الله جلسه بعدی هم درباره اصلی معجزه خارق العاده که آیا خارق العاده در جهان هستی شدنی هست یا نیست بحث خواهیم کرد. و صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و اهل بیته الطاهرین و صحبه المنتجبین.